شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. آنها حالا هم دفع شده نرفتند. چرا تا حال در اینجایند؟ بس کنید که عیب می شود، آنها مسافرند. چه خیل عیب؟ آن پلید برای خونبها را دادن به زلال پول داد. حالا باشد با پدرش در خانه ما به حضور خواب. آقای حامد، گپتون را شنید. مرحمت کنید آقا، مرحمت. این چی صداست؟ این چی گپ؟ ادا، این صدای چی بود؟ در مکتب ترکیش شد. از او طرف دیدم. در مکتب گفتی؟ بله. زینب، دخترم، زینب. آقای طاهر با شما چی شد؟ آقای زینب چی شد؟ آقای زینب خوب هسته؟ خوبم، لیکن آقای طاهر. آقای دکتر یک بار از هوش رفتم. من نفهمیدم چی شد. با زخمدار نشده باشه؟ نمیدونم آقای طاهر. خدای توبه. گفتم کو خدایا چرا آقای زینب؟ این خیلی خطرناک است. زود به نقطه تیبی بردن لازمی. برادر کمک کنه. خواهش میکنم آیسته. پدر در مکتب بمب ترکیده است. در مکتب بمب ترکید. ای واهمه نکن، صدای ترکش را خودم شنیدم. مگر به اونجا نمیروید؟ خدایا خداوندا در پناهت نگه دار. تو با کجا؟ همراهی شما؟ در همین جامان. چرا؟ با آنها همراه نشو، یک سویست. اگر روم چی میشود؟ زودتر زینب، سرم با تو چی شد؟ سرم چشم رو بشاد. با من هیچ چیز نشده، لیکن حال آقای طاهر خیلی بدبینم. آقای طاهر برو زودتر به نقطه تیبی بردن. نزدیکی آیا در اینجا یکان دکتری هست که پسرم را نجات دهد؟ دیلا هست، شاید او کمک را بتواند. زودتر زود باشه. آیسته. گزان بده. بمب ترکید سینم. اینش را شنیدیم. باز چه؟ معلم نجات یافت. دکتر با چه زخم وزین برداشت. یعنی جزایش را گرفت. رفتیم. آهسته، خواهش میکنم همه در اینجا جمع نشوید. دل که مصبا بیرون برایید. خدایا خداوندا، دکتر را با ما برگردون. چرا انتظار تا آخر یگان کار کنید؟ شاید مرده باشد. خدا نگاه دارد اکر. نبض خیلی سست. راه دید. خواهش میکنم یک طرف استید. خواهش میکنم راه دید. حال دکتر چه خیلی است قزبان و زنده؟ نمیدونم خالای زلال. صبر کنید. چرا ایستاده اید؟ خیر یگان کار کنید، بسرم نابود نشود. آرام شوید، در نزد شما هیچ کار کردن نمیتواند. پدر همه رو به بیرون برایید. راست میگویی دخترم. به بیرون برایید. همه به بیرون برایند. همه. برای شما هم پدر همراه آقای مصطفی برایید. مایلش دخترم. آقای مصطفی رفتیم. برایید آقای مصطفی. یا برادران، با بیرون برایید. التماس خلال نرسانید. با بیرون برایید.
دیلو چرا انتظاری؟ آخر من تنها همشیره هستم. من میترسم. خودت رو به دست گیر دیلو، وگرنه آقای طاهر میمیرد. دیلو، آقای طاهر به خود آمده ایستادند. نجنبید، حرکت نکنید. چی شد؟ به تخت پشتتان یک آهن خلیده است. دیلو، جراحت کلان است. نمیدونم چی کار کنم. دیلو روشا، با من وضعیت رو فهمان. نمیدونم. با فکرم جراحت اونقدر چقدر نیست. دیلو، گوش کن، تو رو کشیده گرفته میتوانی. دیلو، نترس، من به تو کمک میکنم. خدایا خداوندا این جوان رو به ما برگردان. همه‌اش میگذرد آقای مصطفی. سلامت باش. آقای دکتر چه خیل است؟ نمیدانم. آقای مصطفی میدونم که آسان نیست، ولی خودتان رو به دست گیرید. خداوند پسرتان را به شما برگرداند. لیکن چرا از ما گریخت؟ آخر درد دارد، چی کار کردنش رو نمیداند، وگرنه چرا گریزد؟ تا که از او گریزد میهاید مرا میشناسد و میفهمد که طاهر پسرش است. تا آنها نروند در این ده آرامی نمیشود رئیس. راست میگوید آقای رفیع. از وقتی به این ده آمدن دکتر حادثه پسی حادثه. این رفتنی باشد رود، مردنی باشد مرد، فقط نیست شود. من نمیتوانم. دیلو نترس، تو میتوانی. دیلو فقط نترس. کاری دیلو، نترس. آقای طاهر، خدایا من چی کار کردم؟ نترس، او زنده است، تنها از خوش رفته است. به جراحتش ریز. نترس دیلو، این طرفش کاری توست. ایستید. چی شد سینا؟ یلمز نیست، او جای نیازمندانش را ترک کرده است. با دقت باش، من از او شبه دارم. کیست آنجا؟ این مایم یلمز. خوش آمدید. خوش باشید. چه شد؟ هیچ چیز را دیده نمی شود. خالای زیلو، شما راست میگویید. پدری دکتر خیلی عجیب است. و فکرم می از کسی میگریزد. رو از اینجا قزبان. آنک بینید چرا از نزد دیوار کنده نمی شود؟ من از کجا دانم؟ و تو چی؟ به همه کردار میشوی؟ عجبا، چی درد داشته باشد؟ تو با آدمی بیگانه هم کردار میشوی قزبان. عیب است، عیب. رو از اینجا. رفتیم خالای زیلو، به نزدش میرویم. توبه. دخترم زینب، بگو او رو نجات داده؟ دکتر خوب است. خیلی عذاب کشید، لیکن در آخر نجاتی یافت. دیلو هر کاری از دستش آمده را کرد.
آفرین دخترم، حالش چخیل است؟ حال و بهوش نآمده است. کمی باید خوابیده استراحت کند. راست میگویی. خدا را شکر دکتر نجات یافت. اکنون انتظار نشده به خانه هایتان روید. بابا ابراهیم راست میگویند. حمید برادرم، لیکن تو رمزی همراه 2-3 نفر اینجا میمونه. خوب شده است بابا ابراهیم. پدری آقای طاهر را ندیدید؟ آنه در اونجا در پس دیوار. نه خوش خبر را رسون. خطر پسی سر شد. میدانم، گپ‌هایتان را شنیدم. پسرتون را دیدم میخواهید؟ نه بدتر وقتی که مردم پراکنده شدن می‌دراید. خب مایلش خودتون میدونید. آقای رفیع از نجات یافتن دکتر آنقدر شاد نیستید به فکرم. از نجات یافتن آن نحس چرا خرسند شوم؟ آمده به سرمان بلا شده. نشونم. خدا خواهد صحت میشوی. باز مثل پیشینه تبسم میکنی. کاش هیچگاه نروی و در اینجا بمونی. برفی دخترم با این حال چرا از جایت خیستی؟ شما که نامدید خواطر شدم مادر جان. همسایه ها گفتند که دختر از ترکش آسیب دید دست راست است. بگوی او در چه حال است؟ خواطر نشو، زخم دار شده است، اما شکر خدا که خوب است. حالا او در کجاست؟ در نقطه طبی. انشاءالله روزهای نزدیک به پای میخیزد. این چه خیر شده است که در وقت ترکش دختر اونجا بوده است. از روی شنیدم دختر با پدرش براه برآمدنی بودند. او خواسته است که با ما خیر خوش کند. از کجای فهمیده است که در مکتب بمب گذاشته شده است. رفته زینب را نجات داده است، اما خودش جراحت برداشته است. از کجا فهمیده است که در مکتب بمب گذاشته شده است؟ اینش را کسی نمیداند. شاید کسی گفته باشد، وگرنه او از کجا میدونست؟ عجب، و به او کی گفته باشد؟ برفین سیاه چشم شما خیلی خسته می نمایید. خیلی غم خوردید. شاید به حجرتون رفته کمی استراحت میکنید. سرم رو تنها ماندن نمیخواهم. خواطر نشوید، ما هر دو اینجا میمونیم. بله روید. خیلی خوب. عرق کرده است، حرارتش هم بلند. حرارتش خیلی بلند. این خطرناک نیست مگر خانمم شیره؟ البته نه، خواطر نشوید. تا فردا به خود می آمده باشد. بله انشالله. خب در امان خود باشید. شما هم. چی شد دیلا؟ حرارت آقای طاهر در حقیقت هم بلند است. چرا؟ آخر جراحت رو تازه کرده بودم. از افترش چه خطایی کردم. بابا اما که رئیس اومدن.
تشکر جیانا. السلام علیکم بابا ابراهیم. السلام رئیس. خوش آمدید. مرحمت. گذارشین. خوش باشد بابا ابراهیم. تشکر. بخیر است رئیس. شمال کجا تو رو فرانده آورد؟ میدانید این سیلا بدرسان خیلی مرا به تشویش آوردن. برای همینم نزد شما آمدم. این رو میدانم. بگو باز چه گفتنی هستی؟ این دیدین و بی ایمان ها به اهل دیهت جبر کردن، ظلم کردن. همه این کم بود که باز مکتب را ترکاندن. معلمه از دمی مرگ برگشت، دکتری بیچاره در دمی مرگ. چی به همه ما چشم میپوشیم؟ گپ را دراز نکن رئیس، مقصدت را بگو. بابا ابراهیم گفتنیم که همه از یک گریبان سر برآورده به مقابل آنها برایم. میدانی این گپ‌ها چی معنی دارن؟ ما هم مثل آنها شویم ها؟ بله ها. چی خیلی که آنها با سلاح کوششی ما را ترساندن دارن، ما هم همین طور میکنیم. فقط برای خودمان نه، برای دین، برای ایمان، برای خداوند با آنها جهاد میکنیم. به عقلی نکن شعباز، و عقیده مردم را هم ویران نکن. با آن کارهایی که تو گویا برای خداوند میکنی او احتیاج ندارد. برای خدا گفته سلاح گرفته به شکار انسان برآمدن خوب نیست. بفهمم، لیکن کسی باید بر ضد آنها برآید. آخر آنها بر خداوند اطاعت نمیکنند. این دولت پلیس دارد، سرباز دارد. این کار آنهاست. من و تو نباید به این کار دخالت کنیم. پس ما چی کار کنیم؟ با دو دست و پای بسته با آنها غلام شویم؟ همین طور وظیفه ما سلاداران را از راهی بد برگردانده، در قلبشان ایمان و ترس حق تعالی را جای کردن است. با این را آنها را بازداشته نمی شود. به ایمان ها آمده ریشه‌مان را قاق کرده دیه را نیست و نابود میکنند. مگر انسان را با انسان شکست دادن کار است رئیس؟ با خونریزی و عداوت مراد حاصل نمی شود. ما باید مردم را قانع کرده و آنها حسیات وطن دوستی، یگانگی، خوبی و یکدلی را آموزیم. تو باشه اصلاح میکنم گفته تخم عداوت و کینه کاری نمیکردی. مگر این از روی انصاف است رئیس؟ کنی بگو. نه. السلام علیکم. و علیکم السلام. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. حرارتش تو 40 برآمد. این خطرناک است. حرارتش تو حد بلند شده ایستاده است. او این رو برداشت کرده نمیتواند. یگان کار کرده میتوانی؟ نمیتونم. آقای طاهر مرا میشنوید؟ او تو را میشنود. دیلو گپ زن. حرارتتان تو را بلند میشود. فکر میکنم به جراحت میکروب در آمده است. اکنون چی میشود؟ نمیدونم، لیکن باید چاره ای بینیم. و فکرم جراحت رو از نو تازه کردن لازم. چیزی گفته ایستاده است. نکشا. اخلا یک دانه داروی لازمی نیست. خدایا دلا آخر باید در همین جا باشد. نخوا در بین این قدر دارو یک دانه داروی لازمی نباشد. نه، متاسفانه یکم دانه نمانده است. دخترم چی شد؟ چی واقع؟ وضعیت خوب نیست. به جراحت آقای طاهر میکروب در آمده است. چی؟ بسرم طاهر، خدایا حرارتش بلند است. یگان کار کنی داخل نخود داروی نداره. گیر، تو هم گیر. بگیر. تو باشی در اینجا میمانی. چرا بدی؟ سینان همه خیل خواست. مالش من روزی؟ زودتر وقت را نگیر. زودتر بدی. اگه و تو گفتم زودتر نمیشه. آمدم سینان. بدی. چی باز با دیه هجوم میکنید؟ همین رو بگو. نه، این دفعه به عملیات دیگر میرویم. چی؟
گوش کنید. اگر دارو نباشد او را حتما به شهر بردن لازم. ما میتوانیم یک علاج کرده آقای دکتر را از کوه گذرانیده به شهر بریم، اما این خیلی مشکل است. راه خیلی دور و دراز است. راهی دراز رو برداشت کردن نمیتواند. بله برداشت کردن نمیتواند. معلم راست میگوید. خب پس چیکار کنیم؟ همین خیلی نشستم مرگ پسرم را انتظار شوه؟ آقای دکتر را من از طبیب زن مریم بردن لازم. من از طبیب زن؟ بله اون زن با گیاه ها مردم را تبابت میکنند. حالتش خیلی وزنین است، مگر با گیاه ها صحت میشود؟ بله ما دیگر علاج نداریم آقا. کمی برادران وقت را نگذرانیم. رفتیم. بله ما دیگر علاج نداریم. دیلا دخترم حالتش چخیل است؟ خوب نیست بابا جان. طبیب پسرم پسرم حاضر تو را به نزدیک خانه مریم میبریم. او گیاه شناس است، متاسفانه دیگر چاره نداره. همش بیهوده است. این یگانه راه نجات است. دیگر علاج نداریم. این گفتم که همش بیفایده است. خالای زلال بخیر است قزبان؟ حالت دکتر خیلی وزنی است، شاید زنده نماند. چه ها میگویی قزبان؟ خدا نگه داره. خدایا چی شده است؟ نپرس. جراحتش میکروب گرفته است، حرارتش خیلی بلند. دارو باشد نیست. آخر باید یگان چاره باشد. میرو به نزد خاله مریم بردند. پدرش باشد خیلی پریشان شده است و باز از کسی میگریزد. لیکن من این را حتما فهمیده میگیرم. کیست؟ چرا میگریزد؟ بس کن دختر، مگر حالا وقتی این گپ هاست مردم در غمی چی تو باشی از پس این کارها میگردی؟ کنی پیش در را. مادر من هم میروم. تو هیچ دخترم با این بالا کنی بالا برو. بله خروخیل نشم. من باید خبر میرسولم. خدایا خودت به او شفا ده. خیلی پریشان شده است. پسرتان در حالتی وزنین است؟ بله. دکتر بسیار انسانی خوب است. خداوند این خیل بندگانش را دوست می‌دارد. پسرتان صحت می‌شود. روغن مرغ مرجان را مالیده از بالایش برگ زوف را کوفته به زخم بستن لازم. یک لحظه کنی اینجا را بینم. از آن گیاه ندارم. آن گیاه نباشد همه کارمون بیفایده. آن گیاه به درد دکتر دوا می شود؟ دوا می شود. لیکن این برگ زلف در کجاها می روید؟ در راه ها، در زمین چیمدار، در دشت های نمدار، بسیارتر در جاهای نمدار می روید. اگر آن گیاه در حقیقت به درد دکتر دوا باشد ما آن را می یابیم. دیگر چاره نیست، یا آن گیاه را می یابید یا که دکتر می میرد.
زود آن گیاه را یابید تا دختر را نجات دهم. میابیم. این زن چی ها میگوید؟ شبم در دم مرگ است. او باشد از کدام علفه گپ میزند. مگر وی طایر را به حیات بر میگرداند؟ اگر سگ را خونده گزد زود به سوی آن گیاه می دود. وی حیوان هم باشد میداند که این برگ زوب شفا می دهد. خب میل است، بگذار گفته ای تو شود. آن برگ شفا بخش را در حال یافته به تو می آریم. بگو که باز جوان چیزی دیگر لازم؟ گیاه را یابید شد و دیگرش کارتان نباشد. خب رفتیم. همین است. نه این نیست. راست است که تمام اهل ده به کافتن آن گیاه برآمدند. بله یک گیاهی بوده است که دکتر را نجات میداده است. بیفایده. وای مریم یگان چیز را نمیداند. انشاءالله دکتر میمرد. نه من باوری دارم که اگر مریم خاله تبابت کند دکتر البته شفا مییابد، لیکن تا وقتی که او در دیه هست سلاحداران ما را آرام نمیگذارند. بله راست. من میترسم که پس از صحت شدن دکتر در این دیه دائمی میماند. با خدا قسم اگر این آدم در این دیه ماند ضرری بسیاری میرساند، از آن جمله به شما هم. وای به من چه ضرر میرسانده است؟ برای برفی را گرفتن او مانع نشد؟ اگر خونبه ها را سپارد میدانید چی میشود؟ برفین تماما از دست میرود. تمام. نه هرگز این خیل نمیشود. با نمیشود گفتن کار حل نمیشود. بهترش زود از دکتر خلاص شدن لازم. با من اجازت، یک کار دارم. اگر رئیس راست گفته باشه چی؟ این بلا از کجا به سرمان آمد؟ ماشینم رو صاحب شدی؟ اکا؟ دادرکی من. اکا جان شما رو خیلی پزمان شدم. من هم تو رو خیلی یاد کردم. دیلا کجاست؟ آن کس در مختار تیبی هستم. بابایم البته در مسجد. بله. برادران ایستید کمی صبر کنید. خرد و کلان همه به جستجوی آن گیاه رفتند بابا ابراهیم. گیاهی گفته ای طبیب زن را یافتن ما لازم. اگر در کار شود دیه های همسایه را دید بکابه. ما باید به دکتر یاری دیم. آخه ما از قرض داریم. السلام علیکم برادران. و علیکم السلام. رئیس از جماعت دیر ماندی. بخیر است یا یگان واقعه شد؟ باور کنید بابا ابراهیم آرامی ندارم. بخیر است یگان گپ شد یا باز موضوع دیروزه؟ نه بابا ابراهیم، با خدا قسم که وضعیت دکتر خیلی مرا غمگین کرد. غمگین شده باشی تو هم با ما بیا، هر چی زودتر اون گیاه رو پیدا کنیم همون قدر بابا جان چی شد اومد؟ مگر گیاه رو یافتم؟ نه بابا اکم از انقره آمدم. چه یومد سلامت باشی. یک دقیقه صبر کنید برادران. این دسته بدینان از حد گذرانیدند. آنها خونی ما را مکیدن میخواهند. معلمه زینب از دم مرگ برگشت. دکتر حالا هم در دم مرگ است. اگر آنها را باز نداریم آنها تمام دهه ما را نیست و نابود میکنند. رئیس آنها را چخیل باز میداریم؟ چی ما مسلمان نیستیم؟ الحمدلله. چرا جهاد نمیکنیم؟ چرا سلاح نمیگیریم؟ با ظلم آنها نباید طاقت کرد. اگر خاموش ایستیم این بدین ها مسجد رو هم میتر کنند. کی مسجد را میتر کند؟ کی میتر کند؟ کی؟ از دست آنها هر کاری بد میآید. از آنها همه چیز را انتظار شدند که میدانی چی رئیس؟ خوب میشد اول این فکرهایت را با بابا ابراهیم میگفتی. هرچند نباشد او کلام روزگار دیده. دهکنی بینم دخترم. خب قریب این فایده میکند؟ تو یافتن برگ زو فایده میکند.
اومدم. چی؟ یلماز آمد؟ بله. وای در دانشگاه نمیخوند؟ اجازت گرفته آمدن پای قسمون. میرویم اپا؟ آقای طاهر چی میشود؟ ما در همینجا هستیم دیلا، خواطر نشه. رو دخترم، تو برادرت را چند وقت باز ندیده رو. عجیب، چرا دیلا از نزد دختر رفتن نمیخواهد؟ قیزبان ریز بسیار تریز. خوب اکنون نغزکک مال یک طرفش رو دور دخترم. دیدید؟ باز از شما گریخت. در اینجا سیری هست، اما چی؟ ببخشید، ما از این پیش با شما وا نخورده؟ این غیر امکان است. شما ما رو به کسی مانند کردید. ما هیچگاه وا نخورده. شاید آقا شاید، لیکن ببخشید، زنگ زدنم لازم. در این تلفنی موبیلی کار نمی کند و فکرم شما تلفن دارید. ها، در دیه تنها ما تلفن داریم. بیا دخترم، عاجلا زنگ زدنم لازم. با کجا زنگ میزنید امک؟ به استانبول، با مادر طاهر. بیا رویم. خیلی وقت از ما دور بودو، تو را یاد کردیم پسرم. من هم شما رو یاد کردم بابا. تو چند روزه اومدی؟ زود برمیگردم دیلا. من تصادفاً آمدم، باز دستی خالی. مهمش این که آمدی پسرم. اکا با من وعده داده بودید که ماشینچای نو میسازید. بله عمر، وعده دادم. این دفعه به خاطرم رسان، از آن خوبش رو ساخته میدیم. پسرم درس‌هایت چی خیل؟ خواندنت کی تمام میشود؟ 2 سال دیگر مون بابا. با اجازت شما من یک دیه رو دار زنم. با کجا پسرم؟ از راه دور آمدیم. دیلو یکم چیز تیار میکند یک جایی میخوریم. بابا جا مایلش رود. تو برگشتنش من یکم خوراک میپزم. باز خودتون میدانم. کمی سیر کرده میویم بابا. خوب مایلش. من هم با اکا میروم. نه عمر، تو اینجا مان و من کمک میکنی. یافتن آن گیاه آسان است مادر جان؟ شاید آسان نباشد، لیکن مردم البته آن را مییابند. حاضر همه گرسنه هستند. من شوربا میپزم. تو رفته کبودی خشک شده را بیار. کنی رو دخترم، زودتر رو. خوب شده است مادر جان. مرحمت آقا، مرحمت. ناراحت شدم رئیس، زنگ زدن میخواست. البته قزمان جای تلفن را نشان ده. مرحمت. بذارید. مرحمت، تلفن در اینجا. تشکر. به استانبول زنگ میزنم. با کجایی که خواهد زنگ زنید آقا جان، نوری دیدم. ما میبرایم، بگذار با حضور گپ زند. رفتیم. قسمان خلل نرسون، چرا ناراحت میکنی؟ این کارت خوب نیست دخترم، میفهمی؟ راست میگوید پدر. من چای دم میکنم به مهمون، عیب نشود. کاری خوب میکنی، زودتر. نمیشنوم. تصادفاً با زیلا روبرو شدم رابیه. یعنی او تو را شناخت؟
من تو رو آگاه کرده بودم و همه خیل شدنش معلوم بود. گوش کن رابیا، گوش کن. زود گریه نکن. خواطر نشو. از یادش بر آمدم. مرا نشناخت. چه خیل از یادش بر آمده ای؟ اگر ناگاه به یادش آرد آنگاه چی کار میکنی؟ پسرش رو پرسد چی جواب میدی؟ مگر به گفته های تو باور میکنه؟ اگر پسرش بودنی طاهر رو فهمه در حال طاهر رو از آنجا گرفته بیار مصطفی. در حال رفته نمیتوانم. واقع روح داد. طاهر زخم دار شد رابیا. چی؟ تو چه ها میگویی؟ با پسرم چی شد؟ گوش کن رابیا، گوش کن. خواطر نشو. همش بخیر است. باز کمی دردی هم میمانیم و تو زن میزنم. دختر تو در اینجا چیکار میکنی؟ پزمان هیچ پدر. ببخشید آقا، عقل دختری من در جایش نیست. چی شد؟ گپ زده توانستید یا باز علاقه کنده شد؟ سلامت باشید. گپ زدم. چی حال داری برفین؟ خوبم. سراپزما شدم. سببی آمدنم نیست تو هستی. بهترش رو یکون کس میبیند. برفین چی شد خیر؟ در نقطه تیبی خوب بودنت رو میدونم. و تو چی شد؟ هیچ چیز نشده است. خوبم. اما بگو برفین، تو چیزی رو پنهان میکنی؟ و تو چی شد؟ برفین مادرم می آید. رفت آمدم مادر جان. در کجا بودی دخترم؟ خواستم از همسایه برای شربا کبوتی گیرم. خب میلش زود باش. مردم گرسنند. کی اون رو میابی؟ راست میگویید مادر جان. کنی من یک رفته بینم. برای تلفن تشکر. هیچ گم نی آقا. آخر یک پیاله چای می نوشیدید، شما را کمی مهمانداری میکردیم. سلامت باشه. دفعه دیگر همه وقتی شما را انتظاریم. نوری دیده تاج سر. رای سفید چشمت کور شود. تو هیچ گاه از دبگوش کردن نماندی. شر نمیداری؟ چه خیلی گوش کردم؟ من همین خیلی یک چیز رو دیدنی بودم. روز اینجا باز شر نکردن دروغ میگویی. کور میشوی. ببخشید ما از این پیش با شما وام نخورده ایم. به هر حال خودم را از او دور نگاه داشتنم لازم. یکی طاهر چی می شود؟ زلال همه وقت در بالای سر اوست. از او دورتر شدن لازم است. نمیدونم مشکل. آقا با فکر فرو رفتید؟ بهبودی هست؟ یا یافت شد؟ نه متاسفانه حالا نیافتند، اما جستجو دارند. با من بیایید آقا. رفتیم. یافتم. نفهمیدم آقا. نه چیز نه. آقای حمید، من میگویم که خانه طبیب زن به من آنقدر معقول نیست. بیمارانی زیاد، آمد و رفت، سرقوا است. طاهر را به یک جای آرام بردن لازم. او را به خانه شما میبردیم، خوبتر نگاهی بین میکردم. خیلی خوب میشود. درست گفتید. آقای دکتر را بالای دیده همان میبرداریم. خودی حاضر او را میبریم. به فکرم خوبتر شده است. برگ زلف را بیارند باز خوبتر می شود. حرارتش بلند است. دیگر گیاه ها کمک نمی کنند. نه این تنها حاضر به کار می رود. اگر برگ زلف را نآورند به خدا قسم صحت نمی شود. مردنش ممکن. خدا نگه دارد. زینب کجا رفت؟ او هم خسته شد. گفتم که رفته استراحت کند. خوب کردی. تو زحمت نکش خاله، من جمع میکنم. کنیگیر.
همون قماندان است. کودک همین است. همون قماندان، همانی که براتم رو گرفته بود، پدر طاهر بوده است. خدایا، قماندان طاهر، این چی کار است؟ یا اینکه طاهر برات است؟ این پسر من است. شما همون قماندان هستید؟ بخیر است حمید؟ آقای دکتر را به خانه ما میبریم. چرا؟ آقای مصطفی همین را میخواهند. بعد شرایط خانه من خوبتر است. کنی درآیید. و احتیاط باشید. بدارید. آیسته آیسته آیسته. احتیاط کنید. دیلو، با برفین چی شد با من نمیگویی؟ دیلو با خیر است دیلو؟ نه، هیچ چیز نه یلماز. درباره آقای دکتر فکر کردم که اگه یخ را مییابند. خوراک تیار یلماز. دیلو، با برفین چی شد؟ از من پنهان نکن. چیزی را پنهان نکردم. دیلو، از تو میپرسم. در نقطه طبی خواب بودنش رو میدونم. او رو تنها یک جراحی خورد کردیم. راست میگویی؟ همش همین؟ بله، یگان چیز دیگر نیست. رفتیم خوراک خنک میشود. بغیر از با او گپ زدن دیگر چاره‌ای ندارم. راو کمی آب بیار دخترم. اپای زیلو، در اینجا چی میکوبی؟ پدری دکتر را چخزن. بگو زیلول گفتن یه داشته است. زود از اینجا رو بیدپا. رافع شما رو در اینجا بیند. به خدا کاری خوب نمیشود. به حرمت خدا روی. قربانت شوم بریوان. چخزن آخر دشوار نیست. اینم زود میروم. اینجا چه گپ است؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ به شما یگان کار ندارم. پدری دکتر را دیدن میخواهم. تا وقتی در خونه من است نمیبینی. برا از اینجا زودتر. زیلال، تو اینجا چی میکوبی؟ من پدری دکتر را دیدن میخواهم. رو از خونم که چشمانم تو را نبیند. به شر، یعنی به شر، به آر. باز شر نداشته به خونم آمده است. اکا شد بس، عصبی نشوید. مرحمت چینه دکا. صدای غوغا برآمد. و خیر است؟ پدر، چی شد؟ زیلال به خانم آمده است. اما که تو را دیده عصبی شده است. حالا همان گیا را نیافتند. یگان خبری نیست؟ نه آقا، یگان خبری نیست.
سرم در پیش چشمانم عذاب میکشد و من کاری کردن نمیتوانم. خواطر نشوید. آن گیاه رو حتما مییابند. بله شما خواطر نشوید آقا، ما البته گیاه رو مییابیم. قسم به خدا دروغ نمیگویم، باور کنید خیلی دیر شد. اگر زودتر گیاه را نیابید او را نجات دادن دشوار می شود. جراحتش وزنین است، او را از دست دادن هم ممکن. آقای امید، شاید ما هم به جستجوی آن گیاه براییم. خواطر نشوید، آن گیاه را تمام مردم دهک رفته ایستاده است، چون که آنها دکتر را دوست می‌دارند، برای او هر کار را میکنند. این نیست دخترم. انا برگی زور. یفتم. خب من میروم بچه ها. بیایید بابا، چای دم کردم. به شما اشتهای تام. من به مسجد میروم. یلماز اگر خواهی با من بیا، نماز را خوانده بعد میگردیم. من نروم بابا، نماز رو در خونه میخونم، بعد کمی استراحت میکنم. خدا میدانی پسرم. با فکرم چای دیه را یاد کرده ای. تشکر دیلا. چرا پریشان حال می نمایی؟ از برفین خواطرم. گفتم که یگان جای خواطری نیست. از دکتر یگان خبری شنیدی؟ گیاه رو یافتند؟ نه اپا نیافتند، اما دکتر رو به خونه امک حامید بردند. چی گفتی؟ این رو از کی شنیدی؟ اپای خیزبان گفت. او از کجا فهمید است؟ در دهه یگان کاری هست که او نداند اپا. عمر تو با کجا یلماز؟ زود بر میگردم. خیزبان؟ دختر خوش آمدی نمیگویی؟ خوش آمدی یلماز. من هم به خونه شما رسانی بودم، مادرت را شنیدم. انشاءالله از تو یگان خبر پنهان نمیماند. پنهان نمیماند. کنی بگو در وقت نبودن من در دهت چی گپ ها بود؟ کدام یک تاش رو گویم؟ درباره جمیله گپ زنم، دکتری پیشتره را تو نمیشناسی، نامش آزن بود. این دیدی که نم اومده است برادری او دختر را فریب کرد. اون طرفش رو خودت میدونی. بعد از این دعوای امکی رافی با خاله زیلال. یک دقیقه صبر کن. از روی شنیدم دعوای حقدارها با خاله زیلال به آخر رسیده بود. آخر من از تو خوبتر میدونم. دعوا به آخر نرسیده است. این دفعه چنان شد که گویا روز قیامت باشد. قریب بود که برفینی بی تقدیر رو میکشتند. رافی خونبه ها را گرفتن نتوانست، به جایش برفین را خواست. دختری بیچاره در وقت نکاح خودش را کشتنی شده است. اگر زینب توبه چرا رفت؟ گریختن کماندان بی سبب نبوده است. مرا شناخت و گپ نزد. به خونه رافی رفته پنهان شد. نباشد چرا از من میگریزم؟ با کدام راهی که نباشد باید با او صحبت کنم. من باید براتم را از او پرسم. مادر جان
در اینجا نشسته خود به خود گپ میزنی؟ هیچ چیز نه. یا اینکه به دختر یگون گپ شده؟ نه دخترم نه. آخر به شما چی شد؟ چرا اینقدر میپرسی؟ چرا؟ مادر به کجا میروید؟ مادر جان، مادر. یلمز کارهای رو فرو فهمیدم برفین. همش گذشت یلمز. مگر خون به ها تمام نشد؟ در اینجا یگون کس میبیند. بگاه گپ میزنیم. از تو میپرسم خون به ها تمام نشد برفین؟ نه، حالا چند قسمش مانده است. خب این پول رو چه میپردازه؟ خدا بزرگ است. در این باره بگاه گپ میزنیم. در همون جای هر وقت دوا میخوریم. و این کارها جواب میدی؟ یوریدی آقا جان، یوریدی یوریدی. هوا تاریک می شود گفته برگشتیم بابا ابراهیم. با فکرم دست خالی آمدید. بله بابا، یافته نتوانستیم. پگاه باز برآمده میکابیم. انشاءالله میابیم. انشاءالله انشاءالله. بابا ابراهیم چی شد؟ بابا ابراهیم پسرم قدیم با تو چی شد؟ پسرم چی شد؟ پسرم یافتم بابا. چی؟ دیار رو یافتی؟ قدیر بالایش رو پوشونیم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. برای کارهای کرده جواب میدی رفیق. خدا بزرگ است. میدتون رو نکنید. وای بزرگ. خدا بزرگ است. اپا جان آروم شوید. گریه نکنید اپا جان. گریه نکنید. آروم شوید اپا جان، آروم شوید. خدا بزرگ است. گریه نکنید. گریه نکنید اپا جان. چرا در اینجا ایستاده اید؟ از قاضی خواطر شدیم. حالی دکتر را فهمیدیم. یگان جای خواطری نیست. هر دو اجتهاد میشوند. کنی به خانه هایتان روید. بیا رفیق. زود روید. خانه را به بیمارخانه تبدیل دادن. گویا من بیمار باشم. شما چی نمیفهمید؟ ها؟ این دسته سلاح بدستان جانمان را به لب آوردن. یشر راهی درستش سلاح گرفته به مقابل آنها جنگیدن است. دینمان را، ناموسمان را از آنها باید حمایت. شما چی ما را جنگ انداخته میخواهید؟ این بازی نیست. چی؟ یگان راهی بهتری میدانی یشر؟ آنها به جانمان، به دینمان، به ناموسمان دست برداشتن. شما همین خیل تماشا کرده نیستیم. بهترش اول مصلحت بابا ابراهیم را گیریم. به هر حال او کار دیده خوب و بد را میدانستگی است. مایلش مصلحت کنید. آقای رفیق،
به فکرم علف را پیدا کردند. میدونم. همه پیشگویی من یک راست میبرایند. یعنی دکتر صحت میشود و البته در دهه میماند. اگر او در اینجا ماند ضررش بیشتر به شما میرسد آقا. یعنی به زیلال پول میدهد و شما برفین را گرفتن نمیتوانید. تو دایم میگویی که او در دهه میماند، لیکن او را پدرش انتظار است، گرفته برده نیست. چرا او باید در اینجا ماند؟ از او پیش آمده ها هم گریخته رفتند. آن رفته ها هم راستی خالی نرفتند. هر یک تاش از اینجا چیزی را گرفته برد. البته این آدم هم اگر رود یگان چیزی را با خود میبرد. کودکان بیماری سرایتی گفته بهانه کردن نرفت. معلوم شد که مقصدش در اینجا ماندن بوده است. کی میداند؟ شاید برفین را تگی چشم کرده باشد. چی گفته؟ چی؟ مگر همین طور نه؟ او بیفایده به برفین کمک نمی کند. از من یک گفتن دختر جوان است، بی عقل است، شما بعد زانتان رو میگزید. با دهانه نگاه کرده گفزن رئیس. میدانی چی گفته استاده ای؟ بیهوده نگفتن که دوست تبروار دشمن شکروار آقای رافع. پس من چی کار کنم رئیس؟ من از کجا دانم؟ یک رافع کلان چی کار کردنش رو نمیداند. البته یکان راه بودگیست. این دکتر گویا 7 جان دارد. از بیماری سرایتی نمرد، بمب به ترکید نمرد. بله، اجلش نرسیده باشد نمیمرد. بله همین طورو. لیکن از کجا آمدنی اجل رو میدانم. من میگویم که اجل آن دکتر شماید آقای رافع. اگر با تو یکون چیز میشد من زندگی کردن نمیتوانستم. شکر خدا حرارتش پس شده ایستاده است. حالتش هم هر ساعت بهتر می شود. همین طور میگویی اما چند ساعت باز به خود نمی آید. مریم خاله میگویند که این حالت خوب است. برای به خود آمدنش یک چند مدت لازم. میدانی باوری ندارم که آن گیاه فایده بخشد. قادر چه خیل هست؟ یکان بهبودی هست؟ متاسفانه نه. مریم خاله به او هم کمک کرده نتوانست. خیریت به خود آمدند. من در کجایم؟ در خانه ما هستید. پدرم در کجایند؟ کمتر خسته شدند، خوابند. التماس نخیزید، به شما ممکن نیست. آقای طاهر کمی بهتر شدید؟ خوبتر شدم. تشکر دیلا، حیاتم رو نجات دادی. نه من کاری نکردم. این داروی میرم خاله به شما فایده کرد. یعنی طبیب زن مرا نجات داد؟ بله، از برگ زوز برای شما ملهم تیار کرده به زخمتون مالید. اپا خاله مریم میگویند که زود بیایم، حال قادر بد است. زینب باز بیماری هست؟ وای آنقدر مهم نیست. یکی از کودکان بیمار شده است. زینب التماس چی شدنش رو بگو. قادر برای شما گیاهی لازمی رو پیدا کرده آورد. فهمو دوامش رو بگو. با او چی شد؟ هنگامی جمع کردن گیاه افتیده است. یعنی چی خیل؟ از بلندی افتیده است. بعد با یک عصب خودش رو تا به دیه آورده است. چی ها میگویی؟ وضعیت کودک چی خیل است؟ آقای طاهر آروم شوید. با این حال از جای خسته نمیتوانید. زینب کودک در کجاست؟ در بالا. در بالا؟ چرا در آنجا؟ او رو به نقطه طبی برده معاینه کردیم. بعد به اینجا آوردیم. حالا باشد از ناچاری در طبابت مریم خاله است. به من یاردم کن، کودک رو دیدنم لازم. شما از جایتون نخیزید، من خودم خبر گرفته می آیم. خوب
مادر، شما در اینجا چیکار میکنید؟ از دکتر خواطر شدم. مادر، در نزد در رافع ایستادن به شما نمیزیبد. گفتم که از دکتر خواطر شدم. فردا میفهمیم مادر جان. آخر همه خبردار میشوند، به ما هم میگویند. مادر، کنی خیزید رفتیم. رفتیم. مادر جان، به شما چی شد؟ هیچ گپ نیست برفی. راه کن. خودش خوب است که کودک را دیدن میخواهد. به مرا گوش نکرد. آخر وی دختر است، بیمار را دیدن میخواهد. آهسته آهسته. احتیاط شو. آهسته. در کجاست؟ در بالا. بیا گذر. گذر. آهسته. بیا. گذر. گذر. آهسته. آهسته. چرا خستی پسرم؟ هیچ گپ نه خاله مریم. حالا از جای خستن ممکن نیست. کودک رو دیدن خواستم. چراغ بیار دیلا. میبرایم. لیکن از کجا آمدن اجل رو میدونم. من میگویم که اجل آن دکتر شماید آقای رافع. تو چی گفتن میخوایی رئیس؟ آن دکتر در خانه شما خواب است آقای رافع. بله. میگویم که این 3 شب به پیشانی یک تیرزن تمام. آیا تو مرا نابود کردن میخوایی؟ گوش کنید آقا، من طرفدار شما هستم. من میگویم که شاهی کشته شدن دکتر هستم و قاتل کیست میدانم. دسته سلاحداران دشمن او هستند. این یگانه راهی از دکتر نجات یافتن است. من یک سلاح دارم، سلاح یک جنایتکار آقای رافع. رئیس راست میگوید. از دکتر تنها با همین راه خلاص میشوم. در نقطه طبی دیگر دارو نیست؟ همش همین قدر آقای طاهر. یک ملهم هست شاید فایده کند. حاضر رفته میارم. شما چی کار کردنید؟ خونروی از درون است. جراحی کردن در کار، اما به دارو به خود میگوید. مرا میشنوی دو درکم؟ آقای دکتر شما هستید؟ بله منم. آقای دکتر صحت شده؟ بیاری تو دو درکم. مرا شناختید آقای دکتر؟ البته شناختم. آقای طاهر، تشکر دخترم. بخیر از دلا. قادری خورده از بین ما رفت.
مردن معنای رفتن را ندارد دخترم. ما در جای دیگر با او وا میخوریم. خدا رحمتش کند. خدا رحمتش کند. دکتر چه حال دارد؟ خوب است. حاضر در نزدیک کودک است. ما رفته به خانوادهش خبر دهیم. آنها را در این حالت تنها ماندن ممکن نیست. خوب شده است بابا. من هم میروم. البته رو دخترم. کاری کردت را دیدی؟ یک کودک بیگناه برای او شده مرد. تو کسی را به خانه را دادی که 5 درهم هم قدر ندارد. گیا گفته کودکان بیچاره را به کوه دشت روان کردید. این خیل نگاه نکن حامد. تو هم به مردن آن کودک گناهگار هستی. تو رو به خاطر آوردم دادرکم. نام تو قادر. تو رو از مینه نجات داده بودم. تو همه رو نجات دادی دادرم. بسیار با وفا هستی. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید.